بارهای باقی مانده بسیار است. متاسفانه همین خیل هم می شود. بارهای زیاد به فروش نمی روند، بعد کس نمی داند که آنها را چی کار کند. من حالا شاگردی دارم که به حجم 713 میلیون تنگه باری باقی مانده دارد، ولی برای رشد بیزنس پول ندارد. کی فهمید؟ دهشت است، درست؟ او برای پیشبردی کار پول ندارد و چون این حالت خیلی وزین است. قرض و کردیت ها، قرض از بار تامین کننده ها، قرض از دوستان، شناسان، کردیت ها. این مشکلات بیزنس پرابلم های اساسی به شمار می روند. دوام چندین سال فعالیت من به همین مشکلات روبرو می شوم. گروه کاری سست. کدامی از شما با کارمندانتان یگان خیلی مشکلات دارید؟ دستتان را بردارید. اعتراف مشکلی نیمه حل است. بلندتر بردارید. من عمیق دیدن می خواهم. آیا میان شما آدمی هست که تماما مشکلی نداشته باشد؟ من دیدن می خواهم. بلندتر بردارید. در یاد گرفتن می خواهم. به هر حال همه مشکلات دارند.